سلام دوستان، امیدوارم تو خوب باشه. من معدم بکاله مستر مامک، خوش اومدید. امروز اومدیم بریم سراغ چالش مومو و ببینیم اصلا چیه. خیلیتون میدونید چیه چالش مومو و اگه این ویدیو خوب بازیت بخوره شاید دستون چالش هم اصلا انجام بدیم. اگه بشه، هنوز نمیدونم میشه نه، ولی اگه بشه میدونم انجام میدیم چالشش. پس مثل هر روز بزن بریم. یکی از چالش‌هایی که به تازگی در شبکه‌های پیام‌رسان واتساپ دیده شده که وحشت و زیادی در بین خانواده‌ها ایجاد کرده، همین چالش مومو. و شاید از دوستانتون سوال داشته باشه که اصلا مومو کیه یا چه شکلیه. مومو یک کاربر واتساپه که عکس یک عروسک مومو با خنده جوکر مانند بر روی پروفایلش قرار داده. این کاربر پیامی به افراد به خصوص کودکان ارسال میکنه و در صورتی که فرد پیام او رو باز کنه، کاربر مومو واتساپ اطلاعات شخصی وی با استفاده تکنیک اجتماعی هک کردن و چیزهای دیگه اطلاعات شخصی وی رو به دست میاره. این عکسی که مومو رو پروفایلش گذاشته برگرفته از یک مجسمه ژاپنیه که توسط یک فرد ساخته شده. این مجسمه مومو رو درست کرده، کاراکترهای زیادی بیشتری درست کرده بوده که این مومو گرفته و وایرال شده. در واقع مجسمه این مومو حالت یک همون میگم که یک عروسک یا یک دختریه که با لبخندی مانند جوکر به لب داره و پاهای شبیه به یک پای یک پرنده است. مومو میاد به کودکان پیام میده و به قول معروف رو مغز اون تاثیر میذاره و منجر به این میشه که کودکان خودشون میزنن، کارهای خشونت‌آمیز انجام میدن و گاهی خودکشی هم میکنه. اولش که به بچه‌ها پیام میده به صورت ناشناس پیام میده و وقتی که باز میکنی میبینی عکس‌های خشونت‌آمیز، فیلم‌های خشن برای بچه‌ها میفرسته که منجر به بیخوابی، بدخوابی و حتی خشونت‌آمیز بودن تو بچه‌ها میشه و گاهن دست به خودکشی میزنن. در این پیام‌ها علاوه بر اینکه تصاویر و فیلم‌های وحشتناکی برای بچه‌ها میفرسته، میاد اونها رو تهدید میکنه. یعنی علاوه بر اینکه کودکان رو تهدید میکنه، حتی نوجوانان رو تهدید میکنه که نمیدونم مثلا فلان کارو انجام ندی، عکس ازش نفرستی، شب میام سراغ تو رو میکشن. اگه بخوام چند نمونه از عواقب انجام دادن این چالش رو روی کودکان بهتون بگم: بیخوابی در کودکان حتی نوجوانان به دلیل انجام این بازی، ترس از تاریکی در کودکان به دلیل تصاویر دیده شده یا تهدیدهای مومو، آسیب زدن کودک به خود، اختلال و اضطراب و استرس در کودک، گوشه‌گیری و خیلی عواقب بیشتری داره که به کودک صدمه میزنه که میگم حتی کودک منجر به خودکشی خودش میشه. که البته فکر کنم الان دیگه این چالش جمع شده، یعنی اصلا دیگه خبری ازش نیست انگار. ولی اگه این ویدیو وایرال بشه و 10 تا لایک بگیره، این چالش رو سعی میکنیم اگه بتونیم انجامش بدیم. چنل رو ساب کنید، لایک یادتون نره و چنل رو به دوستان خودتون معرفی کنید تا این ویدیو وایرال بشه و 10 تا لایک بگیره. ما اگه بتونیم میریم چالش رو انجام بدیم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. بدرود.